خوابیدناک است. و اللائي المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، این دومین کتاب از آن سیوطی است. سیوطی سیومین نفری که در اسلام زیاد کتاب نوشته است. یکمینش ابوالفرج ابن جوزی از روی تاریخ، دومینش شیخ الاسلام تیمیه، سومینش سیوطی. همین سه نفر انسان ها کتاب زیاد نوشته‌اند. لیکن کتاب های سیوطی اکثرش نقل است. نقل، سخن خودش نه، قول نه. سخن های ابن الجوزی 50 به 50 است، یعنی اکثر 50% نقل است، 50% قول خودش است. اما کلام شیخ الاسلام تیمیه اکثرش قول است، اگرچه نقل هم دارد کتابشان، لیکن قول خودشان است. قول های نو، هیچ کس نگفتگی قول ها دارد شیخ الاسلام تیمیه و اولین شخص حساب میشن شیخ الاسلام تیمیه. ها از روی عددی کتاب، هم از روی مضمون. از روی مضمون کو یگان کس برابر نمیشد. از روی عدد هم سیوطی گذاشته گذاشتن، خاص سیوطی پیشتر شیخ الاسلام تیمیه. از ابن الجوزی هم گذاشتن. کتاب های سیوطی یا یک شرح میگیرد، کتابی شرح کوتاه میکنه. مثلا تفسیر ابن کثیر میگیرید، ملخص میکنید، مختصر میکنید، سنداش حذف میکنید، تکراراش حذف میکنید، یک خلاصه میتید. یک کتابی کلام دیگه کس نوشته خلاص، یا تفسیر جلالین میگید شرح میتید، یا عقیده طحاویه میگیرید شرح میتید. شرح هم از کجا شرح میتید؟ فلانی در فلان کتابش گفته است، شرح میتید. یعنی کتاب‌های سیوطی یا شرحی مختصر است، یا مختصر کردن کتابی وسیع است، یا اینکه نقل از کتاب ها است. یعنی که در کتاب هاش کم قائل هست سیوطی. برای اینکه صاحب یک مکتبه بود، یک کتابخانه کلان در دستش بود، بسیار کتاب نویسه. هم میگه 16 سال از خانه برآمدگی نیست، مردم در نماز جماعتش شبهه داشتن. همین امام سیوطی آیا به نماز جماعت میرفت یا نه؟ وقتی که سن 40 سالگی در آمد گفت که من پیران سال شدم، من به نزد الله میروم، باید یگان چه خدمت کنم. 16 سال یعنی به کوچه نبرانده علم کتاب نویسته است. از همین حساب گذشت هم رو بسیار در تمام باب ها کتاب نویسته است.